میان زدیم تو دماغای قوزدارمون. من هیچ وقت فکرشم نمی‌کردم اون دماغ قبلیم ترند شه. 2 دقیقه چشات ببندی سری تموم میشه. تو فیلر زدن از کجا یاد گرفتی؟ یاد نگرفتم. الان یه دقیقه از چت جی پی تی میپرسم سری بهم توضیح میده. ببین یه قوز خوشگل رو دماغ در میارم. دیگه باید کات کنیم. واسه چی؟ سینگلی ترند امسال. حداقل یه دلیل منطقی بیا. همین که گفتم کات. چی کار داری میکنی؟ آنزیمه. یه 2 دقیقه دهنتو ببندی تموم میشه. بابا من تازه شل زدم. مگه نمیدونستی امسال نچرالی ترنده؟ باید شر این فیلرها راحت شی. ببندیش کن. مطمئنی باید این کارا رو بکنیم؟ ترنده میفهمی باید انجام بدیم. انجام ندیم از همه دخترها عقب موندیم. این چه میکاپیه؟ تینت و کانسیلر رو خالی کن رو صورتت. ترنده میفهمی؟ بابا آخه این ترند اصلا به من نمیاد، شبیه لبوبو میشم. یعنی چی که به من نمیاد؟ غلط میکنی بهت نمیاد. کانسیلر رو بزن ببینم. بهم نمیاد بزن. بیشتر